In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creators, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 11 English book, Unit 2, Lesson 4, Part 2, page 25. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما. کتاب انگلیسی صنف 11 فصل دوم درس 4 بازم بخش دوم صفحه 25 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. شاگردان نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied one section and that section was grammar. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس گذشته یک بخش را آموختیم و بخش چی بود؟ بخش دستور زبان بود که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم. بیاین که کوتاه موارد درس امروز خودم مرور کنیم، ببینیم کدام موارد را ما شما قرار است که بخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we are going to study one section and that section is grammar. شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز قرار است یک بخش را بخوانیم. البته به ادامه درس قبلی خود، به ادامه درس گذشته خود یک بخش را میخوانیم و او بخش چی است؟ بخش دستور زبان یا بخش گرامر است. درست؟ خب شاگردان نهایت عزیز، کار خانگیتان دیگه حتما انجام دادین. براتون کارخانگی سپرده بودم. درست؟ عالی است. حتما در آخر میبینم. فعلا قلم، پنسل، کتابچه‌تان آماده بسازین، بیاین که درس خود شروع کنیم. خب شاگردان نهایت عزیز، ما شما به ادامه درس گذشته خود، درس امروز خود چی میکنیم؟ آغاز میکنیم. ما شما در درس گذشته بخش چی بود؟ بخش دستور زبان بود که ما شما خواندیم. درست؟ باز هم به ادامه درس گذشته خود درس امروز خود ادامه میدیم. Grammar، دستور زبان. Write the ing form of these words. Follow the examples. خوب دقت کنین شاگردان نهایت عزیز، واقعا یک اکتیویتی جالب داریم ما شما، واقعا یک فعالیت جالب است. بر ما شما گفته شده که چی کنین؟ شکل آینجی چی را نوشته کنین؟ این کلمات را نوشته کنین. کدام کلمات را؟ کلمات داده شده و بر ما شما گفته شده که follow the example، یعنی که چی را؟ همین مثال را تعقیب کنین، یعنی از روی مثال چی کنین؟ نوشته کنین، یاد بگیرین. ببینین در نخست از ستون اول شروع میکنیم، دست چپ. add ing علاوه کنین. درست؟ example مثالش چی است؟ ببینین فعل ما است go. درست؟ صرف بر ما شما گفته شده که ing چی کنین؟ علاوه کنین. go میشه going. بیاین که تکمیل کنیم. ببینین بر ما شما 10 کلمه داده شده. آغاز میکنیم. be میشه being. do میشه doing. سومش see میشه seeing. چهارمش happen میشه happening. پنجمش visit میشه visiting. درست؟ ششمش buy میشه buying. صرف متوجه هستین شاگردان نهایت عزیز، ما شما ing علاوه میکنیم. هیچ کدام حرف را ما شما حذف نمیکنیم یا دبل کنیم، هیچ چیز نمیکنیم ما شما. درست؟ صرف ing علاوه میکنیم. خب هفتمش دقت کنین. copy میشه copying. هشتمش hurry میشه hurrying. فقط ing اضافه میکنیم. نومش pray میشه praying. و آخرین کلمه کدام کلمه است؟ try میشه trying. ما شما صرف ing علاوه میکنیم، میشه trying. درست؟ خب این چی بود؟ ستون اول ما شما، یا به اصطلاح میتونیم بگیم بخش اول ما شما بود. خب ستون دوم یا ستون وسط دقت کنین شاگردان نهایت عزیز، چی گفته شده؟ گفته شده شاگردان نهایت عزیز double the last letter and add ing. حرف آخر را ما شما چی میکنیم؟ double میکنیم. درست؟ یعنی 2 دانه نوشته میکنیم، یا به اصطلاح یک دونه دیگه هم نوشته میکنیم که حرف آخر خودش میشه double یا 2 دانه میشه. درست؟ ببینین example یا مثالشه. خود کتاب بر ما شما مثال داده. ببینین cut cut. درست؟ میشه cutting.
CUT cut میشه cutting. درست؟ فقط تی رو چی کردیم؟ تی رو دبل کردیم یا دو دانه کردیم، ING اضافه شده. حتما متوجه شدین شاگردان نهایت عزیز که ما شما زمانی که میگیم دبل یعنی که یک حرف دیگه هم اضافه میکنیم. ببینین کات فقط تی علاوه میکنیم. این رقم نه که یک تی خودش داره، دو دانه تی دیگه ما شما چی کنیم علاوه کنیم، سه دانه تی شوه. نه، فقط یک تی دیگه علاوه میکنیم که دو حرف آخر چی بیایه؟ دبل بیایه. درست؟ خب مثال بر ما شما داده کات، کاتینگ. بریم 10 کلمه دیگه که هست ما شما تبدیل کنیم. ببینین اولین کلمه چی است؟ بیگن. درست؟ بیگن. ای چی میشه شاگردان نهایت عزیز؟ بر ما شما در بالا گفته بود که چی کنین؟ حرفش دبل کنین یا دو دانه کنین. ببینین بیگن میشه بیگنینگ. ان باز هم یک ان دیگه دبل میشه، چی میشه؟ ING نوشته میشه. BEGIN. یک ان دیگه هم ما شما علاوه میکنیم، ING علاوه میکنیم، بیگنینگ. درست؟ کلمه دوم دقت کنین شاگردان نهایت عزیز، get. یک تی خودش داره، یک تی دیگه ما شما علاوه میکنیم، ING اضافه میکنیم. getting یا میتونین بگوین getting. درست؟ هر دویش درست است، مشکل نداره. getting. یک تی داره، تی دیگه ما شما علاوه میکنیم. سومین کلمه رو دقت کنین، put. PUT put. درست؟ ما شما یک تی علاوه میکنیم، باز هم ING. putting. 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 باز هم میتونین بگوین putting. هر دویش درست است. getting, putting. مشکل نداره. خب چهارمین کلمه رو دقت کنین، run. 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 درست؟ باز هم بر ما شما گفته بود که حرف آخرش چی کنین؟ دبل کنین. ان را ما شما چی میکنیم؟ یک ان دیگه هم علاوه میکنیم، میشه running. درست؟ کلمه پنجم swim. SWIM. باز هم یک ام دیگه ما شما علاوه میکنیم، ING اضافه میکنیم. swimming. کلمه ششم HIT. یک تی دیگه ما شما علاوه میکنیم، ING اضافه میکنیم. hitting. باز هم ما شما میتونیم بگیم hitting. hitting. هر دویش مشکل نداره. کلمه هفتم stop. ببینین stop. ما شما پیره یک پی دیگه هم اضافه میکنیم، میشه دبل، ING علاوه میکنیم. stopping. set. باز هم تی علاوه میکنیم در اخیرش، ING. setting یا میتونیم بگیم setting. کلمه نهم fit. FIT. یک تی دیگه هم علاوه میکنیم، ING. fitting. و آخرین کلمه win. درست؟ یک ان دیگه هم علاوه میکنیم، ING. winning. خب این بود ستون دوم یا ستون وسطی. با ستون سوم یا آخرین ستون دقت کنین. ببینین چی گفتشته. گفتشته که take off E and add ING. بر ما شما گفته که take off یعنی بگیرینش، پسش کنین چی را؟ حرف ای را. ای را که پس کردین ING علاوه کنین. example مثالش دقت کنین. come. COME. ای است در اخیرش. ای را ما شما چی میکنیم؟ حذف میکنیم یا میگیریم شه. چی اضافه میکنیم؟ ING. مثالش رو ببینین. coming. 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 درست؟ خب بیاین که ما شما چی کنیم؟ کلمات را کار کنیم. کلمه اول دقت کنین شاگردان نهایت عزیز، arrange. آخرش به چی ختم شده؟ به ای. ای را پس میکنیم، ING علاوه میکنیم. arranging. 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 درست؟ خب کلمه دوم دقت کنین شاگردان نهایت عزیز، چی است؟ give. GIVE. تبدیل میکنیم giving. GIVING. کلمه حرف ای را ما شما چی میکنیم؟ حرف ای را حذف میکنیم، ING علاوه میکنیم. خب کلمه سوم have میشه having. بازم ما شما چی میکنیم؟ HAV. ای را ما شما چی میکنیم؟ حرف ای را حذف میکنیم و به جایش چی نوشته میکنیم؟ ING میشه having. کلمه چهارم live. درست؟ متوجه باشین شاگردان نهایت عزیز که live life فرق داره. live چی است؟ فعل است یا verb است. چی معنا میده؟ یعنی که زندگی کردن. و LIFE او چی است؟ اسم هست یعنی که زندگی. کانفیوز نشین. خب live. درست؟ چی میکنیم؟ باز هم میبینیم به ای ختم شده. ای را چی میکنیم؟ ای را پس میکنیم، پاک میکنیم، به جایش ING علاوه میکنیم، میشه living. کلمه بعدی ما شما
use 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 یعنی که استفاده کردن. ما شما چی میکنیم؟ باز هم حرف آخر را پاک میکنیم، ing علاوه میکنیم. use میشه using using using. خب شاگردان نهایت عزیز دقت کنین، کلمه بعدی ما شما چی است؟ make میشه making. ای آخرش حذف میکنیم، ing علاوه میکنیم. درست؟ خب کلمه بعدی را دقت کنین، کلمه چندم میشه؟ کلمه هفتم میشه. چی است؟ like like چی میشه؟ نوشته میکنیم liking، باز هم ای آخر را حذف میشه، ing علاوه میشه. liking. کلمه هشتم دقت کنین، write چی نوشته میکنیم؟ writing. ای آخرش حذف میشه، ing علاوه میشه. کلمه نهم wake چی است؟ ای آخرش حذف میشه، ing waking. و آخرین کلمه face، باز هم ای آخرش حذف میشه، ing علاوه میکنیم، میشه facing. خب شاگردان نهایت عزیز، ای بود از بخش اول ما شما، از بخش چی؟ دستور زبان. پیش بریم به اکتیویتی بی ببینیم چی گفته شده. خب اکتیویتی بی، now change these sentences. Use verb ing, copy them in your notebook. Do not change the meaning. ببینین شاگردان نهایت عزیز گفته شده که فعلا این کلمات را شما چی میکنین؟ تبدیل میکنین به چی؟ به verb ing. درست؟ و گفته شده که اینا چی میکنین؟ در کتابچه‌تان کپی میکنین یا نوشته میکنین و گفته شده که معنایش را تغییر ندین. مثالش ببینین. It's easier than you think to learn first aid. بر ما شما تبدیل شده. Learning first aid is easier than you think. ببینین معناش تغییر نکرده. ما شما چی کردیم؟ verb ing یا gerund یا به اصطلاح اسم مصدر را چی کردیم؟ در اول جمله استفاده کردیم. بر ما شما 5 چی داده؟ 5 جمله داده. و از ما شما خواسته که چی کنیم؟ امی رقم تبدیل کنیم. و بر ما شما هشدارم داده که چی کنین؟ معنایش را تغییر ندین دیگه. خب بیاین که کار کنیم. اولین جمله It's fun to exercise. تبدیل میکنیم. Exercising is fun. یعنی تمرین کردن چی است؟ خودش یک سرگرمی است. واقعا چی است؟ سرگرم کننده است. جمله دوم دقت کنین. It makes you good to play sports. درست؟ تبدیل میکنیم. Playing sports make you good. ورزش کردن شما چی میسازه؟ خوب میسازه. جمله سوم دقت کنین. It can be quite difficult to keep fit. تبدیل میکنیم. Keeping fit is quite difficult. یعنی متناسب بودن، اندام متناسب داشتن چی است شاگردان نهایت عزیز؟ سخت است. یعنی درست؟ Keeping fit is quite difficult. چی است؟ دشوار است. یعنی خب 3 دانش هم انجام دادم. چند دانه دیگهش مانده؟ 2 دانه دیگهش مانده. It does not make you good to worry. و جمله آخر It's a good idea to turn off the TV before you go to bed. 2 دانش مانده. حتما در بخش کارخانگی براتون میگم. کس سوال نداره شاگردان نهایت عزیز؟ بریم درس امروز خود جمع بندی کنیم. پس عالی است. خب شاگردان نهایت عزیز، ما شما در درس امروز یک بخش را آموختیم و او بخش دستور زبان بود. البته به ادامه درس‌های گذشته ما شما بود که واقعا درس عالی بود. شاگردان نهایت عزیز، ما شما خواندیم، یاد گرفتیم، آموختیم که چگونه ما شما میتونیم ing به چی علاوه کنیم؟ به فعل خود علاوه کنیم، ما شما اضافه کنیم. خب بریم به طرف کارهای خانگی. آماده هستین؟ نوشته کنین هومورک کارخانگی. خب قسمی که براتون گفتم 2 جمله مانده بود. من براتون در بخش کارخانگی میگم، حالا براتون میگم. Now change these sentences. Use verb ing. حالا این جملات را تکمیل کنین با استفاده از چی؟ verb ing. جمله اول It does not make you good to worry. It does not make you good to worry. جمله دوم It's a good idea to turn off the TV before you go to bed. It's a good idea to turn off the TV before you go to bed. خب شاگردان نهایت عزیز، 2 جمله بود. من براتون گفتم شما چی میکنین؟ با استفاده از verb ing ایره چی میکنین؟ تبدیل میکنین. قسمی که ما شما قبلا تبدیل کردیم. خب شاگردان نهایت عزیز، این بود درس امروز ما شما. امیدوار هستم که درس امروز یاد گرفته باشین، براتون مفید و مؤثر تمام شده باشه. کارهای خانگیتان انجام بدین، درسایتان بخونین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خودم میبینیم. شما را به الله یک تا و به هم تا. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.